به نام خداوند بزرگ و با عرض سلام و یک دنیا محبت به تمامی بیننده های برنامه اشک و لبخند. باز هم شما را به تماشای برنامه اشک و لبخند خوش آمدید میگوییم. امید از برنامه لذت برده و تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی کنید. برنامه خیریه اشک و لبخند این سفر است. باشند این با وجود دیگر مشکلات اجتماعی از شدت جنگ در روستاهای این ولایت ناگزیر به ترک که ما در برنامه قبل بعد از جستجو و تشخیص نیازمندان در این ولایت بیش از 100 خانواده را سروی کرده و امروز آنها را به این مکان دعوت نمودیم تا 4 قلم مواد خوراکی را برایشان به کمک شما هدیه نماییم. ما در برنامه قبل بعد از سروی دقیق و پرسپال همه جانبه خانواده های نیازمند را شناسایی کرده و از زندگی و مشکلاتشان حرفهای به گفتن داشتیم که ما سپاسگزاریم از همکاری شما برای دست گرفتن فقرا. خب هموطنان عزیز، خوش آمدین. ما در دیار مولا علی هستیم و امروز میزبان 100 خانواده نیازمند هستیم که در گوشه گوشه مزار شریف ما رفتیم و برشان کارت دادیم. امروز قرار است که 4 قلم مواد برشان تقدیم کنیم که یک بوری آرد است، یک بوری برنج است، یک بوتل روغن است و یک بسته مکرونی است که انشالله 4 قلم بر خانواده که از قبل ما برشان کارت توزیع کردیم امروز میخوایم برشان تقدیم کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه والمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين وما أنزل إليك وما أنزل من قبل وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك على هدى من المفلحون. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد والآخرين والأولين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك امرا. بر کسایی که کمک میکنن یک دعا کو، یک دست دعا بالا کو، خدا خیرشان بده از هر جایی که کمک میکنن. هر کسی که به ما مردم یک کمک که میکنن، یک دست کشی که میکنن، یک دست پیشی که بر ما مردم میکنن، در غریب و غربه میکنن، خداوند تعالی پروردگاران روی خواری و زاری نبینم. خدا جان پروردگار قبطه که جمع کرد نتونه. خدا جان جوشان از خدا میطلبیم، ایمان آخرتشون از خدا میطلبیم، رزق و روزیشون از رب العالمین میطلبیم. من راه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة عذاب النار برحمتک امرا. این پیرمرد هم قلب پر از غصه خودش را با اشک ریختن نزد سردار راحت می سازد. این پدردم پیش جایی که ما زندگی میکنیم در چند شو در هتل روبروی از یک چند تا جراب مانده به یک امید و فکر کنم که در خانه داماد خود زندگی میکنه که دختر خود همه طور است نه؟ تا چه خزم مرده کن؟ نکاله که
دغه ګرځه رستې ته زه معلوم یم په دغه موبایل نه پوهېږم چې دا موبایل څه رقم کوټېږي دا زیاتره خلک سرایونه لري کورونه لري دغه نه ځای په قرآن کړم زه لمونځ به وکړم چې ما ته مرسته څوک رانه کړي الله دې د مور د پلار د حقه وساته دا دعا کوم که چا مور و پلار رضا کوي الله راضي دي که رضا نه کوي دی قرآن وهلی خدای وهلی دي اول به مور و پلار رضا کوي بیا خدای رضا کوي بالکل کتاب د خدای وایي اوس هلته چې جراب خرڅوي په هغې ګزاره کېږي که نه نه چې دا خپل شکم چرانې کوم توکل په خدای انشاءالله موږ په خدمت کې کوئی نور کردار دا مځکې لري سرایونه لري دا کورونه لري صدقه دې سم اختیا وایي زما غوندې ناداره څوک نشته دغه وټلي څه پوښتنه وکړه دغه ګدر ښار کې پوښتنه وکړه بس خدای دې ورحمیږي پلاره موږ په خدمت سلام برسه دوستای عزیز ما در دیار مولا علی هستیم و امروز میزبان 100 خانواده نیازمند هستیم که روز قبل ما سروی کردیم در شهر و بازار و همچنان کسایی که مهاجر شده بودن از یکی از ولسوالی ها که رفتیم به خیمهایشان سر زدیم امروز آمدیم 4 قلم مواد برشان تقدیم کنیم خدا خیر بده شما را هر کدامتان کمک کردین و یک بوری برنج است یک بوری آرد است یک خلطه کلان مکرونی است و همچنان یک 5 لیتره روغن است که میخواهیم امروز برای هر خانواده نیازمند تقدیم کنیم امرای 500 افغانی به خاطر از اینکه کرای موتر کنن چون اینا دیروز که ما یا پری رو سروی کردیم حتی 10 افغانی هم نداشتن به خاطر از اینکه یک مریض پیش دکتر ببرن و او لازم ما تصمیم گرفتیم که برای هر کدام از اینا 500 افغانی هم نقد بتیم به خاطر کرای موترشان خدا خیر نصیبتان کنه و امروز 100 خانواده را ما با کمک های شما حداقل برای 1 ماه میتونیم لبخند به لبایشان بیاریم دیگه زیادتر برادرای ما برادرای ازبک رنگارنگ دوستا هستند سلام علیکم بخیر هستی جان جور صحت خوبه بخیر هستی کجا زندگی میکنین پروژه همدرد هستیم دمو خیمه خب دیروز کارت کی را دادیم ما خودت دادیم کار دادیم یا خانمت دادیم خب این را پیشت بگی خب ببخشی که کم تالم خوردیم خیر بچه فرق نمیکنه خانه شباد هر کسی که از داخل کشور است غایب از کشور است مسافر است هر کسی که بر ما کمک کرده خداوند تعالی یک به این دنیا 100 با آخرت برش کنه الهی آمین ان نگاه مجبوریت ما ان نگاه پس ماندن ما که هیچ کس نداریم اولاد نداریم بنیان نداریم امروز کمی کمک که ما که با آب دیدیم ما مردم شهید خداوند تعالی بدون دنیا سرفراز باشه الهی هر جایی که باشه سلام ما برسه یک جان تشکر خانهشان آباد خیر ببینن خداوند اونا رو جان جو بده کمک کنه ما غریبا آرام باشیم از خیرات خدا ان شاء الله ای کمک مادرها هم گرفته طفلا هم گرفته پدرها هم گرفته موی سفیدای ما کلش بیچاره در مخارج 5 پدر برای ما روان کرده ما این از کابل آمدیم از خانه و جای یک هفته میشه که دور هستیم به خاطر شما آمدیم که حداقل 1 ماه خو بتونین که قدمی زندگی تانه پیش ببرین خیر ببینین شما قربانت مادر قربان همونایی که گفتگانه از خارج کشور از کابل و جایا شما مسافر شدین اونا برای ما یک توفیق رایی کردن لقمنان ما رو روان کردن خدا در دنیا و آخرت سرفراز باشند یک جان تشکر از همگیشان خدا به دعا گویشان هستیم ان شاء الله زنده باشی ما مردم سلامت باشی مادر یک بچگه کارت از دستش چور کرده بود خب ما هر کسی را که سروی میکنیم از پیش ما نمیره بازور سر یک کس دیگه فکر کنم که فروخته بود چی رقم امت بود اینجا که آمد ما روی هم تصویر خود از روی یادداشت خود پس پیدایش کردیم که هم یک بغدار برسه سلامت تو اندیوالای از بلای شب روز از آفتها خداوند نگاه کنه این کمکی که شما کردیم ما کردیم خداوند دیگه بایای ما تاجرای ما دلشان رام پتن تا غریب و بیچاره کمک کنه ما خوردیم و بچهای ما چوپچی ما دقیقه دیگه کمک کنندگا دعا میکنه قربان پیشتر گفتی پایکای توگار است نه
انت پوندیده والا ما تو من کمک کنن نگریگه کنن خدا جون این پای دیگه تام است نه والا یعنی خدا کراچیوانی میکنی غلطوانی میکنه من سر می 10 نفر نون خوردم سایکل شتن می غلط چه میگی کل کار خداوند میکنه من چیزی نیستم یک چیز دیگه سبب کننده است بالکل کار پروردگار تا کیرا میخوری خدا مهربان با خداوند در دل بایای ما شما رحم پرتا در دیگه بیچاره آدما کمک کنه میگم مکرونی را زیاد خوش داری که خدا جان تو نگاه کنه پروردگار بخیر باشی با عزت باشی قربانت جان خب چی حال داری امروز خود دیدم اینجا موتر میششتی خانه اینجاست یا کابل است مادر کلی خشقام کابل است خب یک تک تالا بیادرت بده میجا بالا سر خدا په این زمین بله دیگه خانه باید معلومات نمیجا است من پدرم من گفتنش خوب نیست که نگم 2 ماه 3 ماه بشه ما طرفش دور نخوردیم عادت که بعد دنیا مادر بیماس کرای خانه قضا رو شام پشت خانه ما بود بیادر اگه دادم بتونی بشی نمیتونی بخبره نه اینجا همه خیلی دقیقا موردیم پشت پدر مادر یگانده باید سر نماز یادم من گریان میگم چند کرایت میشه از اونجا تا اینجا رفت آمد؟ والا حداقل 1000 به 500 کرایت داره 500 دیگه 2000 دیگه بیادر 1000 برای مگم چیز ببری بیادر 4000 میشه 1 2 3 اینی را میگیری میری دیدن پدر مادرت صحیح است؟ پدر مادر میوه کم یافت است از ما چند روز است اینجا هستیم مادر کم مریض آمد دیگه آمدیم سر به خاطر شما که خدمت کنیم باقی تمام مریضا دعا کنین دیگه خداوند پاک مادر مرا شفا بده با جمله کل مسلمان الهی امین بخیر جنگ از کم کنه صلح بیاره الهی امین کمی جوانا بدری سینما رنگ زرد پیش مردم نشه الهی امین بخیر او را بگی 3000 پس فقط برو بخیر دیدن پدر مادر صحیح است دیگر روز باز این جوالت میگیریم که اگر گفت که نرفته باز میایم خانه بجانه بابا گیر کنین من صبح گاشم صبح میرم بخیر خوب هستی چی کاروبار مرد کاری میکنیم خب آقایم که از مرد شکر داره مادرم که از کمر درد است 5 بیاتر هستیم دیگه و جداست خب خورده است درس میخوان 1 ماه تو کارگر است خانه کجاست خانه در چیه پشت سلو خب قربانت بخیالم زنگ از برات بخیر باشی خب دوستان عزیز دیگه سلام علیکم مانده نباشی جان جور بخیر جان جور تو را در کجا دیدم من ما را سر کوچه زرگری یا سر بازار باختر رو دیروز که کنه دوزی میکردیم همونجا خب ما گفتم ما این برادر ما ندیدیم شما همیشه قدیم ما شیشتین مایی را راستش ندیم ما شما همیشه که گپ این را ندیدی این پت گرفتید ما بود خب کفاشی میکردی خب اینی 4 قلم مواد که ببری دیگه بخیر به حق کسایی که کمک کرده یک دست بالا میکنی دیگه من ان شاء الله طرف مریضی و از بیچارگی و بینوایی و از غریب خدای وطن ما و شما را آرام و امنیت الهی امین دیگه برادر یعنی میگه پا برادر ما اصل جای ما چارکند تقریبا 11 سال شده که ما آمدیم نرفتیم به حساب جنگ و نارامی پدر ما خدا بیامرز فوت کرده بله اما اونا 1 2 برادر و مادر این وقتا ما دیدیم بود که مادر را ببینیم از نزدیک راستش خرچی نیه دیگه رفت آمد برو بیا برادر 5 6 هزار تومان مصرف داریم بله خراب است ولی دیروز شما بندای خدا کمی سر خوردیم که کار دادین ما دل نادل آمدیم هی نال کسا برده بود از پیش دیگه نمی آمدیم ما اینجا می آمدم ما بسیار وقت آمدم خب بازم مالمون ماندم یک مرتکه گفتم تو باش ما یک دفعه برادرها که دیروز خانه شاغل کار داره ما ببینیم من برادر اینجا آمدیم شما حالا دیگه اطمینان حاصل شد قربانت بخیر باشی با خوشی استفاده کنی بنا mağazalar bizge tiydi sizlerge Xudavan darbarıdan köpten köp versin. Bizim müşkilimiz bir gerçekten hal oldu. Hal fasıl oldu. Biz muhacir edik bağlandan kebek. Buna şunca nenge bizge tiydi. Teşekkür ederim. Çünkü modayına mak yakzani bevo darbadar بیچاره من هستم از کسی که کمک میکنه خاطر ما خیر ببینه که ما دربدر اواره بیوا شوار داشتیم فوت کردن کسی آوردنی دادنی نداریم از دارین جنگ شد دربدر شدیم اواره شدیم
که آمدیم که ما اینا کمک کنم، ما یک جای چی مانه چی کنه، یک خیمه از جای است. مقصد هیچ سرپرست ندارم که آوردنی دادنی ندارم دیگه. یک بچه 15 ساله دارم، خودم هم چشمم عملیاتی است، جای قصه نمیبینم، کار و بار کنه نمیتونم، مجبور هستم. خانم اولم که خانه نداشتم که بیخی محتاج اینم خیمه، اونم خیمه میمونم میشینم. کاکا مانده نباش، جان جور صد خوب بخیر. ما تو در کجا دیدیم؟ شقیب مارکتی میوه. خب چی میکردی اونجا؟ غلطک بودم سر کراچی؟ بله. کراچی یک تایره. کراچی را چی کردی؟ کراچی را بیرون ماندم، اونجا بچه ها را گفتم یکی تانه بگیم. خب باز کراچی را بیار کی را ببری نه؟ بله اونجا میکشم با خب بچه ها نرفتاش خوب. ما کارت دادم، چند دفعه گفتم که بیایی یک رقم سعی کردی گفتی برو خیلی دروغ میگم. نه خدا نخواسته باشه. خب برو خوب شد، بخیر استفاده کنی، قربانت زنده باشی. خب کلگی میفهم خسته شدم، ما باور کنین نه چای صبح خوردیم نه نان چاشت خوردیم دیگه، فقط میخوایم همی درد دل بعض دوستا را بشنویم. یعنی پدرم دیروزم کنج خیمه ما گیر کردم، برش کار دادم، مانده نباشیم. صحتت خوبه؟ چطور چرتی چشتیم؟ هی هست در فکر هستم. فکر چی را میکنی؟ ای بیپولی و روزگار از دست مثلا. و دیروز میگه بدوام کردی کسایی که بیادر ناحق میگیره کارت یا؟ نه من صداقت کردم، کسی که مثلا اگه مهاجر در بدر است که مستحق حق از حقش است. بله. کسی که شکم سر که غریب بیچاره که مداخله میگیره، ما دوی جمعکار نیستیم، راضی نیستیم دو مثلا. همین کاری که ما دیروز کردیم، خانه در خانه گشتیم، امیر خوش شدی؟ همه تر خوب است نه که آدم دانه دانه بپاله مستحق پیدا کنه. مستحق خانه دانه و تشکر از شما، خوب کار کردین، خوب در مردم رسیدگی کردین. سلامت باش، قربانت، بخیر باش. همینجا یک جوان دیگه هم که دیروز ما دیدیمش پایکایش زخمی شده، خدای جنگ دیگه از این وطن گم کنه. بخیر است جانک جور، صحتت خوب است؟ آمدی بخیر؟ آمدم بخیر. خب کدامی دوستای دیگه آمدین؟ شما خو یک طرف هستین. چطور است پایکت؟ شکر حال خوب است دیگه، مقصد خوب است، گرمی باشه خوب است، سردی که بود یکم بعضاب میشه. خب یک دو تا جراب هم باید بپوشی دیگه، نه پوشیدی؟ گرم نه، از این با هوا سرد است، یکم باید گرم باشه. چه وقت میشه که زخمی شدی؟ یک 2 ماه 3 ماه میشه دیگه. 2 ماه دمو جنگ دولت طالب در ولسوالی زاری دیگه. ولسوالی زاری. بله. حالا اونجا در تسلط خب کلگی کوچ کرده این طرف مهاجر شده. دیگه جنگ زیاد شده، خانه ها ویران شده، مردم زیاد کشته و زخمی داد، مردم های ملکی دیگه مجبور شد دیگه، خدا کشیدن دیگه، ماندگیش ماند و چیزی که داشتن اینجا آمدن خانه خیمه چیز پیدا کردن، اینجا زده شیشتن، مردم مشکلاتش زیاد است. این بازم خدا رو شکر است که کمک برای ما رسیده، میرم یک چاره میشه ان شاء الله. امید داریم که بیشتر از این کمک برای ما برسه، امید از این داریم که رو به زمستان است یک خیمه برای ما بده که یک روز زمستان برف و باران است دیگه، زیر از خیمه گرمتر زندگی ما بتانیم. بله. ولی این خیمه که فعلا داریم در برف و باران نمیشه دیگه. و کلش تکاس و بوجیس و پلاستیک از مسکینا از مجبوری چند تا را دوختن یک جای کردن مثل خیمه واره، واقعا بعد از زمستان سخت است برای شما. از طرف دولت چیزی کمک نشده؟ نه تا هنوز خودش کمک نرسیده بود برای ما دیگه، اولین بار است که این کمک شما برای ما رساندین، تشکر میکنم از شما. قربانتان، ان شاء الله باز ما در خدمت هستیم، بازم میایم، باز یک سر میزنیم ببینیم دیگه چی میتونیم. توکل به خدا ان شاء الله ان شاء الله. قربانت، بخیر باشی. خب دوستان عزیز دیگه گفتنی ها زیاد شد و هموطنای ما هر کدامش درد دل داره، هر کدامش مسکین و بیچاره است از اثر جنگ که نمیفهم دلیل از این جنگ چی است. هر روز ما کشته میشیم، نه در خانه آرام هستیم، نه در پنتون، نه در مکتب، نه در ده، نه در قشلاق، نمی هیچ جای ما را آرام نمیمانند دیگه. خداوند پاک کلتان یک دست بالا کنین، کسایی که این جنگ و تفرقه را انداخته خداوند پاک تباه و بربادشان کنه. احمدی صاحب یک صدا کردم زبان شیرین ازبکی و ترکمنی که همی دوست خانمای عزیزم دست بالا کنه.
خداوند پاک یک صلح سرتاسری را در این مملکت جاری بسازد، همگی در خانه و جای خود با آرامی زندگی کنم. یک لقمه الهی امین به خیر باشین. چی وقت مرمی خورده؟ پایه ببینید. پایه کتام هست؟ حالا نمی بایشت ایزار. اوه. دیگه از شانه مرمی خورده اسمی نیست سل کن. الله. کار کرد نمیتونم. بیا خدا مهربان از پدر اینی را بگی کرای موتر که خو کل دوستا را هم تو اینی را پدر جان یک کرای موتر کنن سایس بخیر باش. اینو پدر کرای موتر که خو اینو مادر کارت برین ایره کرای موتر کنن خو کرای موتر یول کرال کارت باش که این بچه کن بکنیم خیر است. اینمه هر مسلمانی که همه خیریه را کرده خداوند ایره برادر جان من عزیز زیادتر هم بکنه. دایی ما بسیار تشکر میکنیم و دیگه باقیمانده های ما را هم تو غمش اول خدا دویم همه مردم ما غمش بخورن. این مشکلات در سر ما بسیار از برادر همه قریه ما 24 ساعت در زیر اوان و برادر راکت و پی رسون همه هر روز کی میکنه یارو پدر؟ ایره برادر جان من همه دروخست دیگه، یک طرفش اون دولت یک طرفش طالب، اینا دروخه میزنن برادر دیگه اما غریب بیچاره راولیش میغلطه و همه مردم بسیار تواو در بدر است. شفاخانه ها از زخم از در بدر بسیار پر شده خواست. هیچ کس غم مردم دولت هم متوجه نیست دیگه هم متوجه نیست. اینایی بسیار ما از این مردمی که هم خیریه که هر مسلمانی که هر جای کمک کرده خداوند پدر و مادرشان اینا برادر جامن ثوابش برسانن. این دیگه ما بازم از شما بسیار خواهش میکنیم، از بسیار تشکر میکنیم برادر همه غریب بیچاره ماندگی ما را برادر یک غمش اول خدا دویم شما بخورن. بسیار ملت ما مردم از در بدر است، چقدر نفر اینجا 1500-1600 نفر اینجا ماجر داریم ما مردم. این اولترین کمکی که از جوانای نوجوانا و برادر از شما دمجا کمکتان اولترین کمک دم مردم رسیده. اولترین همه کمک شما است. طول را ما دیگه جای کدام کمک و دیگه کدام چیز را نگرفتیم. فقط این از شما تشکر میکنیم که خداوند عظیم کده زیادتر بکنه، اتفاق اطاعت شما را برادر عظیم کده پیشتر ببره که شما در آینده دیگه غم مردم هم بخورید. فقط همه خواهشت برادری ما است که در هر جای باشه، در هر کنج دنیا که همه برادرای کمکگر ما باشه خداوند اینا را فقط نیک مبارک بسازه. این همیشه که بعضی ها شام آده خدا راستی شام خواهم شده برادر شام خواهم شده. یعنی این بگه سر دسترخوان دوار سعی که برادر اما صغر کبر خدا میدونه که چقدر دعا بر نام شما بکنن. این سلام های ما را برادر اما در مردم ملتی که اما زحمتی که اما در مردم کشیدن بازم تشکر میکنم. بازم از اینا را خداوند برادر عظیم زیادتر بکنه. برادر سلام های گرمی ما را بر همه ملت برسانی که این همه در بدر ما این همه چیزا را داد میکنیم. انشالله یکیش به سوخ رفته باشه پر در روز قیامت هم را از ما مردم بگیرن. یکیش در خانه سوخ رفته باشه، چرا که این ملت خون خدا چی کرده برای ما مردم رای کرده نه؟ یعنی تشکر میخوایم به امرای کل کارگرایتان، کل برادر جامنشیایتان از شما فقط تشکر میکنیم که از این بدم برادر جامن همه غم ملت ماندگی ما را برادر متوجه در غمش باشه. برده قاقل مقال یوغد مادر کارت بیرن تو خفاسی میفهمی نه؟ در آنمانی الله تعالی مقوار و پاک پروردگار دی جنتون زاید پشت تو یک دکتر روی کردیم. تو کجا بودی تو؟ دفتر معامله ما یک نماینده بودم همه دختره که من سر خورده بود بچه ها یک کارت دادم 500 دادم. خدا خیر ببینه شما سلامت باشی پدر. بخیر شما که ما مردم پرسان کردن خداوند داود اینا تایید اینا خور را نبرین. سلامت باشی.
قربانت مادر پدر ببخشین که زبان چوبیس یگان تا کارت بیرم چی بود؟ ایره کرار موتر که خوب کار کارت تلفن نپردی یگان یک مکم 9 سال فرستری می بازار بختر است. چی میکنی کار چی؟ نظافت پاکی. نظافت. شهر مزار میدن اینا. پود نیست. همه هر مسلمانی که دما می کمک کرد تاجری که است هر جایی که است خداوند خودش خاندانش اولادایش نگاه کنه از بلای بد از تهمتای ناحق از بلای آسمانی و زمین خدا نگاه کنه دما غم ما را خورد تو دیگه تجارای ما تو نظر کنه دما غریبا یعنی غلطک به امید ماست خداوند اینا غریب هستیم ده سر ناخور هستیم اما خود ما دعا میکنیم چوچو ما دعا میکنه سر در سر خان این کمکی که کنیم ما کرد چیزی ناچیزی که است خداوند دو قبیله که جمع کردن نتونه خداوند اقبال شما را بلند کنه همکارایتان کلانایتان خداوند دمی را هدایت کنه که دما غریبا را غمش خورده خداوند اینا را نگاه کنه بلای شب روز خداوند ما نظر کرد یا خداوند یا نظر کنه الهی آمین اینا غریب یک بیچاره هستم کمک کنه ما دعاگوی هستم سر در سخن خداوند نگاه کنه خدا شما را نگاه کنه آل و بیتتان خاندانتان خداوند بلای شب روز خداوند نگاه کنه خداوند سفری به خطر بده به خیر و خوبی آمدین به خیر و خوبی برین با عزت باشین سلامت باشین یعنی ما هم دمی امیدم یک 4 سبای ما رو میشه دعا میکنیم در بدر بولی باوره بولی بر شیر کلی بوی ترپس نه برت یا پلانچمز بار نه سرپنامز بار هیچ نرسامز یا انش میدان اسرگ نه برت دیگمز بار نه تواغمز بار برانش آوره کلی بزرانش میدان وی ترپس هیچ چیزم باشق کومگم کیگن یاق انش رقم وی ترپس نه کورپا بار نه کورپا چه نه بالش بر نرسامز یا بر فکر نگم زمیاق تک تواغمز یا تو پلان یا پلانچمز یا انشیرگن تشکر انش هر چیزم بسنشین چه بزرگت کمکی تشته خانه صاحب ما رفتیم نه دیگ داره نه کاسه داره چی پخته میکنه سلامت باش شماره بیچاره را شما یاد کردین خیر ببینیم ما مردم بیوا بیچاره بودم در میدان ماندگی بودم خیر ببینین که همه کمک کردین قربانت مادر اینی رام بگی باز کرای موتر کو سایس پیدا کرای موتر کو خو کارت بیرم 41 ما یکیش 41 یکیش 91 نه مادری رام کرای چند دستی 28 ما 40 ما نه ایره کرای کو خو اینی را بر تفلکا یک چیزی بگی 2000 دیگرم سایس باشی مادر اما خانم بود که شوهرش زنده و زارگم است گرچه معتادم بود مگم تفلکایش در سراغ پدر بود یک بار هم تصویرم دوستا ببینن کوتاه نکو گریان باشه نکو گریان نه
پایش اینطور است دیگه کسی نداره خودش بیواسته؟ بیواسته ای پایه کشینیم بچهش هست. اینی را مادر کرا که خوب؟ قربانت بخیر باشی زنده باشی. که مریض است و سینه بغل شده گیاد می خانه و خدا می ماده کاری 5 روز 6 روز میرم دم یک روز کار برابر نمیشه. اون یک روز برام 200 روپیه میته. من 5 نان نمیشه. یعنی حیران ماندیم. بیا خدا مهربان ای را کرا کو اینی را تفلک تا پیش دکتر ببر. کرای موتر. قربانت بخیر باشی. یعنی کاکای را کرای موتر کو خوب بخیر باشی. چند در شماره 27 من سانگزای صاحب بی دیگه هم شماره را ما اقوان جا یاد میکنیم اینه 97 رسیدیم باز پیش قهرمان. قربانت بخیر باشی. چند بود شماره؟ شماره با؟ 11 بله. خیر. قهرمان ملی. شما قهرمان ملی. اینی را هم یک کرای موتر کن. قربانت ایت میگی خیره که فقط دارت است. ایره دیگه یک موترک بازم کارا را میگم برات بگیره. موتر آوردم تکسیر بریم دار. تیار آوردی؟ نه نمیره بتیز دیگه بگم. قربان بخیر باش. خیر نه سابق مادر جان کارت تبتی مرا. قربانت خدا مشکل کشاش درگاه بچه ما که میبینن در خانه ما ملی برن. اگر چارم تو شد بود ماجمولا بگو چی گفته بودی تو اینه میتونم میایم خانت میایم آدرس تازمو آدم میگیریم میایم. صحیح اینی را بگی کرای موتر کو ایرم بابا جان یگان دوا و یا برم پای کایت بگی. صحیح اینی را من کرای موتر کو بخیر. صحیح بخیر باشی. قربانت اینه میگه کام بگی یک کرای موتر کو بخیر انشاءالله که ایرا کرای موتر کو خوب بخیر باشی. قربانت باشی. شما را یک اولین نفر تو را دیدم بخیاله دمی بغل این ایام رفیق تا پالوید بود این شما را دور از تو را گرفتم کارت تا تو در جای اولا خود زدی این شماره 7 است. خب هموطنان عزیز یک چیز دیگه که نگفته مانده بود فعلا بر شما تذکر میتم. این جای را که شما میبینین میدان فوتبال است که دولتی است. دولتی است و اینا اجاره گرفتن. ما روز قبل که آمدیم برادر و یک برادر دیگه بود گفتن که ما ایره اجاره گرفتیم مجبور هستیم به دولت پول تحویل کنیم. بنابراین ما مجبور به این شدیم به خاطر از اینکه از لحاظ امنیتی هم اینجا خوب بود و دیگه ای که یک ساعت ما در اینجا چون نابلد هم بودیم و در پالوش نمیفهمیدیم که یک جای دیگه هم هست یا نیست. همینجا را دوستا آدرس داده بودن مجبور شدیم که ما 5000 افغانی جای به اجاره بگیریم به کرا بگیریم برای یک روز. 1 2 3 4 5 این 5000 هم پیسه که اینجا را ما به خاطر نمی تنظیم برنامه که از اینا صحبت کرده بودیم تسلیمشان کردیم. دیگه نمیفهم که چی رقم کار خیر است که دولتی را بیادر بر از یا اجاره داده و یا مجبور است که بیادر پس به دولت یک چیز بده. همه طور است نه؟ اجاره خودم میگیره لاف نمیکنه دیگه چطور کنیم؟ ولی ما اینجا پیسه بند کردیم. قربانت بخیر باشی. سلامت باشی. خب هموطنان عزیزی بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردیم. امروز ما میزبان 100 خانواده نیازمند بودیم که 2 روز متواتر ما سروی کردیم و امروز خوشبختانه برای هر کدامشان 4 قلم مواد که یک بسته مکرونی است، یک بوری آرد است، یک بوری برنج است و یک 5 لیتره روغن است. روغن فکر کنم نوروز است. تولید نمیفهم کجاست. خب بسیار روغن خوب است. روغن مایه. دیگه از شما خداحافظی میگیریم. قبل از این خداحافظی کنیم کل ما یک دست بالا میکنیم. خداوند پاک هر کسی کمک کرده خیر نصیبشان کنه. خداوند پاک یک باش که می مادر یک دعا کنه. می مادر یک دعا کنه. تعالی شاد شمشیری ولی آقا جان
بخیر می کمک کرده یار خداوند به مقصد مراد برسانه. دل دنیا شده خدا مامور کنه. ما میگردم شهید هستیم کسی تا تو شهید میشکست ندارم باورم دوا ندارم. خدا همین کمک کرده مو کرده خدا صدت باید مقصد آزمت فاریوز. آمین یا رب العالمین. بری براتون وقت خوش میخوایم دیگه بخیر استفاده کنین. کمک های صورت گرفته در این برنامه از طرف محمد اکبر و بیبی حاجی از نیوزرلند مبلغ 37700 افغانی، استاد بشیر از بلژیم مبلغ 50000 افغانی، نصیر احمد همدرد از جرمنی مبلغ 18720 افغانی، عبدالله شاه از کانادا مبلغ 53300 افغانی، خانواده مهدی طاهری از کانادا 22970 افغانی، محمد اسلم از سعودی 15800 افغانی، محمد ربی از امریکا 12500 افغانی، البنین حسینی از استرالیا مبلغ 9000 افغانی، حاجی حسین یوسفی از جرمنی 29000 افغانی، بریاله غریب نواز از کانادا 9100 افغانی، قیس جان از کانادا 22200 افغانی، حاجی عزیز از استرالیا 13100 افغانی، خانم عزرا از کانادا 13700 افغانی، آقای سعید از فرانسه 10500 افغانی، بیبی حاجی سریا از استرالیا 13150 افغانی، فامیل خانم ملاله از جرمنی 35560 افغانی، ببرک صاحب از سویدن 7100 افغانی، زبیولا نبی از جرمنی 6700 افغانی، سعید عاشق الله فارانی از کانادا 7500 افغانی، جواد ملکزاده 6050 افغانی، خانم سیمین و نصیر جان کوچک از لندن 10150 افغانی، محمد علی انصاری از سوئیس 6100 افغانی، ناصر و سارا ناصری از لندن 7700 افغانی، سید محمد از جرمنی 6650 افغانی، شاهجان بشیریار از جرمنی 9200 افغانی، سید تمیم سادات از جرمنی 6100 افغانی، خانم وجمه از اتریش 8050 افغانی، صفی‌الله از ترکیه 8000 افغانی و واسی از لندن 8100 افغانی به این برنامه پول ارسال کرد. که از جمله کمک های شما به این برنامه 100 بوری آرد مبلغ 1,70,000 افغانی، 100 بوری برنج مبلغ 105,000 افغانی، 100 بوتل روغن مبلغ 51,500 افغانی و 4,500 افغانی کرایه موتر باربری برای انتقال مواد، 12,000 افغانی مزد کارگران برای انتقال مواد، 5,000 افغانی کرایه استادیوم برای دعوت 100 خانواده و تأمین امنیت آنها، 50,000 افغانی هم نقدن به 100 خانواده، به هر خانواده مبلغ 500 افغانی، 2,000 افغانی هم مصارف غذای کارگران و کارمندان امنیتی، 12,500 افغانی هم مصارف بود و باش کارمندان برای 4 شب در این ولایت و مبلغ 15,000 افغانی هم در جریان این دو برنامه با لزوم دید احتیاجات نیازمندان نقدن مساعدت صورت گرفت که مجموع مصارف در این برنامه 4,62,500 افغانی می شود. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.